بسم الله الرحمن الرحیم. تا قسمت بخش انزرت تب هوم مکمل تمام کردیم. امروز بخش انزرت هم میخوانیم. انزرت از نامش پیداست. اگر قرار باشه یک چیزی را از بیرون بیای در فایل دمی صفحه درج بکنی، پس یک چیزی را باید انزرت بکنی. انواع و اقسام داره. میتونه تیبل باشه، میتونه جدول باشه، تصویر بوده باشه، بوکمارک، هیدر، فوتر، هر چی که بخواید. هر چیزی که شما قرار باشه درج بکنید، خوب در ذهنتان بگیرین. وقتی که بس شما یگان وقت سوال میکنیم که از کجا میتونیم تصویر درج بکنیم، باز تپ رفرنسز دیگه نپالین، تپ هوم نپالین که درج گفتیم، مستقیم بیاین انزرت، باز بخش داره به نام پیکچر. به این اساس وقتی میخواستین چیز درج بکنین در صفحهتان، در داکومنتتان، تپ انزرت. چی تاریخ است، چی ساعت است، چی یک دو سه بر صفحهتان است، هر چی که بوده باشه. خب اولین بخشش گروپ پیج صفحات که چیزی به نام کاور پیج داریم. کاور پیج با مفهوم معنایش با یک دانه پشت جور کردن کار میکنیم. چطور میتونیم یک کاور پیج جور بکنیم، ذخیرهش بکنیم یا ریمووش بکنیم از اینا. خب اینجا برای ما شما بعضن کاور پیج ها به صورت رایگان داده، ای تمپلیت های آماده شده است. ممکن زیاد خوشایند نباشه، ممکن خوش ما نبیه، ولی بالاخره به یک شکل قابل دسترس است. اگر خواسته باشی بالای هر کامش کلیک بکنید، طور مثال بالای ازی کاور پیج برای ما شما ظاهر میشه. خواسته باشی میتونی که در متناش تغییرات بیاری، یک نام برش میگذاری. طور مثال میگم اینه چی هست، اینی ارتباط میگیره به بخش کامپیوتر، اینا نویسندهش همی است. خب این یک تایتل دیگه هم اگر خواسته باشی برش میتیم، متنش هم میتون تغییرات بیاری. داکومنت تایتل میخوایم که درباره برنامه ورد بحث داشته باشیم، مثالش یعنی اینیم چپتر پوشش از اونمو است. به این اساس ساب تایتلش هم یگان کوچک عنوان دیگهش میتین، مثلا کاربرد ورد است یا هر چی که بوده باشه. این چیزایی آماده است. یا نه اگر خواسته باشی که ریمووش بکنی، با اینجا یک دانه به نام ریموو دارین. خب یعنی به چیزی را که شما امی لحظه استفاده کردین از قسمت کاور میگن ریموو. ایش خو ارتباط میگیره به اونمو سایت های اینترنتی office.com. در صورتی که در اینترنت واصل بوده باشین، باز میتونن به صورت آنلاین از اونمو یک بسته مکمل از کاور پیج ها استفاده بکنید. اونجا اقسام زیاد داره، میتونن که خیلی راحت استفاده بکنید. از قسمت ما شما وقتی که یک دانه نیو میرفتیم، اینجا یک بخش سرچ داشتیم. در صورتی که در اینترنت واصل می بودیم، میامدیم خیلی راحت سرچ میکردیم کاور، دفتن کلش بر ما میاد. یک سی وی نوشته میکردی، یک سرتیفیکیت نوشته میکردی، انواع اقسامش میاد. باز در بخش خودش هم برای ما شما اینجا مستقیم داده، یعنی اگر خواسته باشی از اینجا میتونی سریعا قابل دسترس استفاده بکنی. ریموو این چیزی که ما شما اد کردیم ریموو میکنه. خب سیف سلکشن این حالا میایم بالای یک دانه ساختن کاور. مثلا اگر شما خواسته باشین خودتان یک دانه پوش جور بکنین، خب یک دانه استایلگ اینجا ایجادش میکنم. از قسمت شیپ شما تا حالا نخواندین این بخش کارن، باز ان با جزئیات شما بلدیت پیدا میکنه. این طور مثال کنترل سی کنترل وی یک تا از زیرم میگم کاپی شد. این در قسمت پایینی از زیرم یک دانه از این ایجاد میکنیم. به این اساس یک دانه کاور جور میکنیم. بعد از اون میایم باز چطور میتونیم ذخیرهش بکنیم، در کجا ذخیره میشه و بعضی گپای دیگهش. خب این قسمت میایم از بخش انزرت. یک دانه یک شیپ دیگه هم میخوایم رسم بکنم با استفاده از این یکا که خودم میخوایم رسم بکنم. طور مثال این یکش نباشه، انزرت اینجا شیپ میگیرم از این شیپکای دیگه که مثل از این نبوده باشه، میگم از این شیپ یک دانه ضرورت دارم. خب ازیش هم که خوبتر است که از این دیگهش استفاده کنیم. اینی پالو فایلش از این یک میگم یک دانه استفاده میخوایم بکنم. به این اساس کنترل سی کنترل وی یا کنترل فشار میگیرین، باز در بخشش هم میخوانیم. یک تا کش بکن ازش یک دانه کاپی میگیرن. از این قسمت برای ما شما یک بخش به نام روتیت داده. خب چرخش برش ایجاد میکنیم. به این اساس میگم این در اینجا قرار بگیرم. این حالا یک بخش به نام ادیت داریم که اینا رو بخیر با جزئیات‌تر شما میخوانین. این شینگکای از این ما میخوایم که چیکار بکنم، ادیت بکنم. این تو به این شکل کش میکنم که یک ذره جایی که زیادتر بگیره دیگه بالاخره. به این اساسی رو میخوایم که همون قسمت تکایش یک مقدار دیگه هم اگر شوه edit points به این اساس. خب تا جای شد دیگه میتونید که از یک استفاده بکنید. باز شیپک های زیاد وجود داره، میخوایم داخلش هم رنگ نداشته باشه. از در دوش انتخاب میکنیم کم اینی طرفتر. این یکشن دوباره میگم که از اون قسمت شیپ ها، چون قرار است که خود ما به صورت دلخواه یک کاور جور بکنیم، باید یک مقدار سرگردانی دخواه متحمل شویم. این یک دانه خط میگم به این شکلی داشته باشه.
خب این حال اینجا یک دانه تکست باکس میگیریم از بخش شیپ، یک دانه تکست باکس میگم اینجا داشته باشم. طور مثال در تکست باکس خب اطرافش هم میگم رنگ نداشته باشه، اطرافش هم کدام کالر نداشته باشه. اوتلاین اینجا نوشته میکنم که چی 2016 انتخاب 2016 کیبورد مزیدش کار نمیکنه، کلش انتخاب میکنم، یک ذره اندازش بزرگتر، این زیاد بزرگ شد. خب اینجا نوشته میکنم که 2016 یک عنوان برش انتخاب میکنم، به اینی اساس میگم که ارتباط میگیره با اونمو تایتل یا هر چیزی که بوده باشه. اینم میاین اگر خواسته باشین فونتش هم یک شکل دیگه برش انتخاب میکن، طور مثال به این شکل میخوایم بوده باشه. و از قسمت فرمت هم برش میتون کالر بتین که قبلا با جزئیاتش بخش کالر را کار کردیم. در بخش تپ هوم میتون خیلی راحت از این رنگ‌ها استفاده بکنین، میخوایم کمی بزرگتر باشه. کنترل سی کنترل وی یک دانه میگم از اینمی برای ما ایجاد بکنه در قسمت پایین. کمی کوچکتر کالرش دوباره میایم میگم چینج، طور مثال اینی کالر بوده باشه. چی نوشته میکنیم when word، یعنی when word یعنی اون برنامه word 2016. یک عنوان کم به این شکل دی ایجاد کردیم، میشه میم کمی بالاتر، اینی یکشم به شکل پوینتر از قرارش میتیم به این اساس. خب در قسمت دیگه هم میایم از قسمت انزرت یک دانه پیکچر هم درست میکنیم از جایی که ما چیزای مورد نیاز از این کپی کردیم. مثلا اینجا باید یک فولدر بوده باشه، این در یک چیزا است میخوایم این هم داشته باشم. این در قسمتی که پایینش میره از این حالتش میام خارج شود، در این قسمتی که پایینی را درج میکنم، یعنی از جمله آفیس پکیج ها است. و در این قسمت هم میتونید که یک دانه تصویره که خود برنامه ورد هم مثل که این در ما یک چیزک دارم میتونید درج بکنین. اولا خیره باید در پیشروی از اینا قرار بدیم، این چیزی که ما شما تصویر ایجادش کردیم باید بیاید در قسمت پیشروی قرار بگیره. از قسمت سلکشن پن میخوایم که در قسمت پیشروی قرارش بدیم. خب این پیکچر ما به قرار گرفته، میگم که کدام قسمت اینجا بیاید، به این اساس میرم بوده باشه. این قسمت مثلا دیگه یک شکل برنامه ورد است درجش بکنین. اگر خواسته باشین این از یک دانه کپی گرفته کنترل سی کنترل وی یک انتخاب بکنید، کنترل تمامش هم پاک شوه مساوی رند داخل قوس یک دانه پاراگراف، یعنی یک متن میتونه که با خود داشته باشه. متن رو کم بزرگتر بود، یک انتر، یعنی یک مقدار متن در موردش اگر خواسته باشین نوشته میکنین. از قسمت جستیفای هم میتون منظمش بکنین، به اینی اساس مثال متنش است یا جزئیاتی که در مورد چپتر تان نوشته میکنین. خب از این قسمت هم رنگی که از این هم تبدیلش بکنیم مطابق از دیگه قرار بدیم، خب خوبتر خواد بود که این شیپ ما یک ذره استایلش خراب است. خب خیر به هر حالتش اینجا یک تصویره که دیگه هم داریم مثل از اینی. خب اینم میگم که در قسمت به این شکلی قرار بگیره که چکه که اینجا اضافهش بکنیم که هم استایل صفحه ما برای فرض مثال اینی کور ما جور کردیم به این شکل. کور جور کردن کمی وقت گیر می باشه دیگه. خب یک چیزی بالاخره جور شد. هر کدوم از اینا استایل متفاوتی داره که پیکچر اضافه میکنه، از اینجا میتون بک‌گراندش ریموو بکنه، از اینجا میتون یگان حالتکا برش بگیرین یا شکلکای 3D برش ایجاد بکنین، مثل از اینی حالت این تو به یک شکل 3D یا برش سایه بتین یا هر چیز دیگه میتونی بخشکای بعدیش است. اینا اگر خواسته باش می‌بینیم کور ما ذخیره بکنم، چون اینجا یک بخش ما شما داریم به نام سیو سلکشن تو اونمون کور پیج گالری. تمامش انتخاب بکن کنترل ای، تمام این صفحه ما شما انتخاب شد. میایین در قسمت کور میخواین که ذخیرهش بکنین. اینجا یک بخش من نامش چی است؟ در مثال میگم نامش ون ورد یا اونمون کور برنامه ورد است. خب در کدام بخش ذخیره شود؟ چون کور پیج است اونم بخش کور پیج. اینجا بخشش زیاد وجود داره، مثل اوتو تکست است، مثل فوتر، هیدر، بعد تکست باکس اکات، جدولا، هر کدومش خواسته باشین. چون ما کور جور میکنیم بالا خودم بس میکنیم. از این قسمت هم به چی شکل، یعنی در کدام کاتگوری بولتن یا جنرال میگم به صورت عمومی بوده باشه. در بولتن یک بخش خاص است که میتونین دوباره هم در اون بخشکا دسترسی پیدا بکنین. بالاش میاد دیسکریپشن، یک توضیحات اگر در موردش بتین، مثلا این چپتر توسط فلانی جور شده یا به خاطر فلانی از اهدا از برای کسی یا اینان، هر متنی که خواسته باشین.
بلدینگ بلاکس یعنی اینجا سیو این در کجا میخواید ذخیره شود. بلدینگ بلاکس جایی است که برای ما و شما در قسمت کویک پارتس هم داده که میتون دوباره بعدا هم ازش استفاده بکنین. میگم در اینمی قسمت بوده باشه. اینجا اینا رو میخواین که کدام بخشش سیو بکنین، یعنی تنها محتویاتش، تنها پاراگرافاش یا تمام چیزهایی که در این صفحه وجود داره میخوایم تمامش ذخیره شود. خب سیو میگین. حالا این قسمت وقتی که یک دانه یک حذف بکنیم، یعنی تمامش حذف، دلیت میگیم. از قسمت کاور پیج، در این قسمت کا برای ما و شما کاوری که جور کردیم اینجا ایجاد شده، به اینی اساس بالاش کلیک کنین، دفتران ایجاد میشه. نخواسته باشین دوباره میتون ریموو بگویی. و دیگه قسمت کویک پارتس چیزی به نام بلدینگ بلاکس دارین، برای ما و شما در اینجا هم یادداشت میکنه به نام وین ورد ایمیجز. اینجا برای ما و شما داریم که همیشه بازی همراه ما میباشه. دلیت ایره حذف میکنه، انزرت امید قدمو صفحه تا اضافه میکنه، ادیت این بخشکاش دوباره میدونی که بالاش تغییرات بیاری. اگر خواسته باشه اینو میگه انزرت. این به این شکل شما میتونید از کاورها استفاده بکنین. و اگر احیانا این صفحه تا که بالاش کار کردی بسته بکنی، اینو میگه دونت سیو. مثلا دونت سیو ولی یک پیام دیگه میآید، میگه تو یک دونه یک چیزی دیگه هم جور کرده بودی و دینمی داکومنتد بود. اگر میخوای که در داکومنت های بعدی هم باشه، اینمی تغییرات با خود ورد بگیره. اگر اینو بگوی دونت سیو، داکومنت جدید وا کردی، کاورت از بین رفته، او را ذخیره نشد. بگوی سیو، اینا دوباره که بیاید در این قسمت برنامه ورد باز بکنین، دوباره اونم کاورتون قابل دسترس است، میتونین ازش استفاده بکنین. ولی اگر دونت سیو میگفتین باز نمیتونین ازش استفاده بکنین. اینجا دوباره که بیاین اون کاوری که ما شما جور کرده بودیم قابل دسترس است. درست است نه؟ بالاش کلیک بکنین صفحه اونم کاور پیج ما شما ظاهر میشه. خب اینا میایم قسمت بعدی چیزی برام بلانک پیج داریم. بلانک پیج، پیج بریک و نیو. ما شما سه بخش داشتیم اینجا که نیوش گفته بودیم که نیو یعنی یک داکومنت جدید. میدونه که چندین صفحه بوده باشه. وقتی که اینجا ما بلانک پیج میگیم منظورش چی است؟ ما میخوایم در این قسمت بین اینمی متن و از اینی متن یک دونه صفحه ایجاد بکنم. باز میگم بلانک پیج. سعی نخوام اینجا متن دیگه ما در صفحه سوم بود، در بین از این دونه یک دونه صفحه ایجاد کرد. اینا میگه بلانک پیج، یعنی یک صفحه جدید بگی. اینا باز اشتباه نگیرین که پیج بریک. پیج بریک چی مانا؟ پیج بریک به این مانا که اینمی قسمت متن تا اینمی جا دم یک صفحه باشه، در پایین از این ما یک عکس میارم. بریک بکو، استاپ بکو، اینمی جا دیگه ادامه نده، پس باقی مانده را به یک صفحه دیگه ببر. صفحه جدید ایجاد نکن، صفحه ایجاد نکن. باقی مانده متن در یک صفحه دیگه برای کم زوم اوت بکنم. این قسمت خوبتر. اینا من پیج بریک. ببینید صفحه جدید بینشون ایجاد نشد. فقط باقی مانده متن اوجا بود. میتونی که اینجا بیای یک دونه پیکچرم طور مثال بگویی که اینی پیکچرم است. اینی بیاین در این قسمت اضافهش میکنی، این ارتباط میگیره با اون صفحه اولتون. چون دیگه تصویر ایجاد میکردی، گفتی که ادامه متن در صفحه دیگه ببر. اما وقتی که بلند پیج میگی یک دونه صفحه بین اون دو تا پاراگراف ایجاد میکنه، پاراگراف تا در صفحه آخر میبره. به این اساس یک دونه صفحه و پاراگراف هم تقسیم میکنه در قسمت آخر میبره. اینی فرق اونمو بلند پیج و پیج بریک و نیو داکومنت جدید، بلند پیج یک صفحه جدید، پیج بریک ادامه متن تا در صفحه دوم میبره. به این شکل ما و شما میتونیم هم از اینا استفاده بکنیم و یک دونه کاور جور میتونیم بکنیم. دیگه این بخش پیج است، بخش کاورها را یک بار کار بکنین، یک دونه کاور بوک جور بکنین، چیزا اشتباه نکنین جور. دیگه مثال چیزای مزخرف نبوده باشه که ان شاء الله تو نمیشه. و پوشا را که جور کردین با سیو هم بکنین، از اون کاورتون میتون همیشه استفاده بکنین. تصویر حتما در کامپیوترها هست.